بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقه امروزی ما درباره ایمان به روز قیامت یا اینکه ایمان به زنده شدن بعد از مرگ است. یعنی ایمان به زنده شدن پس از مرگ یکی از ضروریات دین است که قرآن تقریبا سه که خودش را به همین موضوع بخشیدگی است و چیزی که پیامبر علیه السلام در مکه پیاپی و هر روز اونها را یادآوری میکردند. به این چیز مشرکان مکه را یادآوری میکردند و این معنای اون دارد که مردم پس از مردن زنده کرده می شوند و در یک جا جمع کرده می شوند. الله تعالی آنها را حساب کتاب میکند. بعد از حساب کتاب کردن آنها را پاداش میدهد، گروهی را به جنت و گروهی را به دوزخ روانه میکند. و معناش این است که روح انسان با جسد انسان باز یک جای می آید. الله تعالی آنها را باز از نو ترکیب میکند و زنده میکند. خیلی آیت میگه که فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. از اون زنده میشوید، از اون در اون میرانده میشوید و باز از اون از نو زنده کرده میشوید، اینکه برآورده میشوید. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. این الله تعالی میگه که ما از آن شما را آفریدیم و در آن شما را باز میگردانیم و از آن شما را از نو بار دیگر بیرون میکنیم. و ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. و شکی نیست که قیامت آمدنی است و الله تعالی بیرون کننده و زنده کننده هر انسانی که در قبر هستند. یکی از شبههایی که کفار قریش و پیش از آنها بودگی کافرها می‌آوردن همین مسئله بعث بعد الموت بود. اونها میگفتن که هیچ ممکن نیست که انسان از نو زنده شود. یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. الله تعالی شبهه آنها را آورده است. میگه که اینا میگفتن که هیچ ممکن نیست که استخوان‌های پوسیده ما جمع کرده شود. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. یعنی این در سوره یاسین اومده است. میگه اونها مثال زده گفتن که چه خیر این استخوان پوسیده‌ای که با پلماسیدن آن استخوان پاره می شود یا به خاک تبدیل می شود، چخیلی نازا زنده می شود. ایذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. یعنی مشرکای مکه گفتند اگر ما مردیم و خاک شدیم از نو زنده می شویم. در سوره قاف الله تعالی شبهه آورده میگه که ان هذا لشیء عجب. بسیار کار تعجب آور است، لکن الله تعالی بسیار یک حجت قوی آورد برای آنها. الله تعالی درباره باریدن باران به زمین در سوره قاف نقل میکند. خب الله تعالی میگه که ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید. ما میگه از آسمان آب مبارک فراوردیم که اون باران است. خب فانبتنا به جنات یعنی که از آن رویانیدیم باغ‌های و راغ‌های و زیبایی‌ها. بعد الله تعالی میگه که و النخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد. یعنی که همه اینها رو میگه که مثلا نخل و دیگر چیزها میگه سربلند کردند و آنها میوه‌های خود را دادند. رزقا للعباد و احیینا به بلدة میتا كذلك الخروج. بین دوستو گفت است که رزقا للعباد فاحیینا به بلدة میتا كذلك الخروج. یعنی چه خیلی که باران به زمین میرسد و زمینی که زمستان مرده حساب میخورد با رسیدن باران اولی بهار، باران نیسان زمین میگه به جنبش میدراید و به حرکت میدراید و بعد از اون که باران به او رسید نباتات خود را و هر چی که باران میبرد بیرون میبرد و همه این میگه الله تعالی رزق برای بنده های من است. رزق فاحیینا به. توسط این باران ما یک بلده یعنی که منطقه یک اقلیم دهکده‌ای مرده را زنده کرده میگه و در آخر میگه و کذالک الخروج. خروج شما از قبر هم همین است. یعنی که چه خیلی زمین مرده زنده شد و از نو با میوه داد، انسان هم مثل همین زمین وقتی مرد باز زنده خواهد شد. و این چیز را ما برای شما هر سال تکرار میکنیم تا اینکه در ذهن شما خوب جا گیرد، تا اینکه درک کنید که روزی هست که مثل همین زمین مرده زنده خواهد شد. و این مکرر است. انسانی که 60 سال 70 سال عمر میبیند اگر گوییم که بعد از 10 سالگی 15 سال 20 سالگی اگر همیشه درک کردن شروع کرد، معنی این دارد که انسان از این 70 سال 50 سال 50 بار زنده شدن مرده را یعنی زمین مرده را دیده ای شده است، لیکن باز باور ندارد که خدای زنده خواهد شد. یعنی که 50 بار میبینی در حیاتت، لیکن باز
باور نداره که زنده میشوی. هر سال میبینی که زمین زنده میشود پس از مرگ، در زمستان در زمستان میمیرد، در بهار زنده میشود. لیکن باز این چیز برای انسان درس عبرت نمیشد. در حقیقت الله تعالی وقتی این ذکر کرد، بعد اون قوم نوح و ثمود و عاد و چه خیلی که بولان ها عذاب آمده برای ما نقل میکند، چون که این عذاب شخصی است که آخرت را انکار میکند. و امام نصفی و امام بزدوی میگن که جميع اهل القبلة متفقون على ان البعث حق. اهل قبله همه فرقه های مسلمان ها، چی به آنها موافقیم چی به آنها مخالف هستیم، همه آنها میگوید بعث بعد الموت رو قبول دارن. اینچنین ابن ابی العز حنفی در شرح عقیده طحاوی آورده است که ایمان به معاد، یعنی که با زنده شدن پس از مرگ، با قرآن، با سنت، با عقل، با فطرت سلیم، این چیز اثبات شده است و قرآن رد و بدل زیادی به آنها داشته که این نکته را انکار میکنند و دلیل های بسیار گوناگون آورده و اثبات کرده است که انسان پس از مرگ زنده کرده می شود. خلاصه ایمان بعد از مرگ این جزء از عقیده و جزء از ایمان به روز قیامت است. یعنی زنده شدن پس از مرگ جزء از جزء ایمان بالیوم الاخر است، چون که ایمان بالیوم الاخر زیر خودش همه ایمان بعد از مرگ رو دارد. این غیر از این ایمان به حساب و کتاب و به ترازو و به نامه اعمال و با فیصله در روز قیامت همه اینها رو دارد، از جمله مثلا عذاب قبر و وقتی برزخ بدن انسان و حوض و صراط و دیگر از کارهایی که در روز قیامت خواهد شد اون رو در بر میگیرد و از جمله همون چه خیلی گفتیم زنده شدن پس از مرگ است. خلاصه از درس این است که ایمان به زنده شدن بعد از مرگ این یکی از رکنهای اساسی ایمان به الله تعالی هست و رکنهای اساسی ایمان است و با همین با شما خیر خوش میکنیم تا حلقه آینده. خداوند شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.